تو مرکز بهداشت فهمیدم که 5 ماه حامله‌ام و خودم خبر نداشتم. انگاری من خودم رو فراموش کرده بودم. کار من تو خونه سرویس دادن به اهالی خونه بود. تو مسیر برگشت چشمم خورد به گوجه سبز و نتونستم ازش دل بکنم. رفتم خریدم. تازه وارد خونه شده بودم که خانم با دیدن گوجه سبز تو دستم شروع کرد به داد و بیداد کردن که زن جوون مگه میره خرید. توی خونه یه دعوای حسابی راه افتاد که چرا گوجه سبز خریدی. از اون روز به بعد از ترس اگه ویاری هم داشتم به هیچ کس نمیگفتم تا وقتی که خود حسین بیاد. هر روز صحبت از وحیده بود که تهوع داره و حالش بده. خانم همش دلش واسه وحیده کباب بود که تو ارومیه تنهاست. منم تنها بودم، نه شوهری بود که کنارم باشه، نه خانواده‌ای که ازم حمایت کنن. مثل بچه یتیم زیر دستورای خانواده حسین له شده بودم. نیاز داشتم یکی تو کارهای خونه کمکم کنه تا به حد کافی بتونم استراحت کنم، ولی حتی سعیده هم کمکم نمیکرد. به تازگی از خواهرم نیمتاج و عمه خانم شنیده بودم سر و گوش سعیده خیلی میجنبه و واسه خودش دوست پسر پیدا کرده. از دستش آسی شده بودم. وقتی کاری بود درس داشت و وقتی هم کار خونه تمام میشد میرفت تو کوچه پیش نیمتاج و بقیه دوستش واسه حرف زدن و گشت و گذار. یه روز خسته از کار نشسته بودم و داشتم سبزی پاک میکردم که خاطره بهونه گرفت و ازم آب خواست. منم از سعیده خواستم که بره براش آب بیاره، ولی طبق معمول به حرفم گوش نداد و بهونه آورد که درس داره. دیگه کاسه صبرم لبریز شد. با صدای بلند فریاد زدم دختری خیره سر، میخوای به ننت بگم دوست پسر داری تا روزگارتو سیاه کنه؟ تو همین لحظه خانم وارد خونه شد و با شنیدن این حرفا حمله کرد به سمت من. چنان دستمو پیچوند که از دردش جیغ بلندی کشیدم. در حالی که بازوم رو محکم گرفته بود و فشار میداد با خشم گفت به سعیده چی گفتی؟ میخوای بهش آنگ بزنی؟ حسابتو میرسم. از ترس مثل بید میلرزیدم. خانم ولکن نبود، همش داد و بیداد میکرد. سعیده وقتی طرفداری مادرش شدید شیر شد و شروع کرد به دعوا کردن با من و کلی بازی. همون لحظه عمه خانم اومد خونمون و چون خبر داشت که سعید دوست پسر داره فهمید که دعوا سر چیه و حرف منو تایید کرد. با عصبانیت گفت تو دختر خودتو جمع کن، چیکار به این بدبخت داری؟ همه میدونن که این چش سفید دوست پسر داره. خانم با شنیدن حرفای عمه خانم از عصبانیت سرخ شد و سری منو ول کرد و چسبید به سعید. اون روز با کتکایی که نثار سعید شد دلم حسابی خنک شد. از اون روز به بعد خانم سعید رو زیر نظر داشت و نمیذاش بره بیرون. اوایل تابستون بود. خانم که دیگه از گیر دادن به سعید خسته شده بود بهونه کرد که وحیده حالش بده و باید سعیده بره ارومیه و کمک حال خواهرش باشه. در حالی که وحیده فقط خودش و شوهرش بودن و کار زیادی تو خونه نداشت، ولی من با یه بچه و چند نفر دیگه کارای اونا رو باید میکردم. دست تنها بودم و برای هیچ کسی مهم نبود. به اصرار خانم سعیده راهی ارومیه شد و دیگه خانم میتونست به راحتی همه جا بره و نیازی به پاییدن سعیده هم نداشت. از آخرین باری که خونه آنا رفته بودم 5 ماهی میگذشت. دلم گرفته بود. خواستم به خانم بگم ولی ترس اجازه نداد و بیخیال شدم. حسین اومد و من بهش گفتم دلم برای آنا تنگ شده. اونم با کلی ممن و 1000 دوز و کلک به خانم گفت که ما میخوایم بریم پیش آنا و شام نیستیم. آخه هر بار که خونه‌شو میرفتم بعد برگشتنم سر یه چیز الکی تو خونه دعوا داشتیم. بعد از شام موقع برگشت به حسین گفتم من دهنم آفت زده، اصلا نمیتونم چیزی بخورم. حسین حال و روز بعد منو دید ولی از ترس مادرش چیزی نمیتونست بگه. فردای اون روز آخر شب خسته از کار زیاد داشتم جاها رو پهن می‌کردم که بخوابیم. حسین یواشکی گفت تلان برات آب میوه گرفتم گذاشتم پشت در باغ روبروی کوچه تا کسی نبینه. تو حواست باشه کسی نفهمه، من یواشکی میرم میارمش. حسین رفت و من کشیک میدادم تا برگرده. قلبم تون تون میزد و میترسیدم بازم خانم فضولش گل کنه و دعوا را بیفته. حسین بعد نیم ساعت دست خالی برگشت. با تعجب پرسیدم حسین آب میوه کجاست؟ نکنه خانم فهمید ازت گرفت؟ نه، آوردم گذاشتم فریزر یکم خنک شه. از جیب شکم پسته در آورد. میشکست و بهم میداد تا بخورم. حامله بودم و دهنم آفت زده بود. میدونست که ضعیف شدم. بعد از 1 ساعت آب میوه آورد و خوردیم و خوابیدیم. صبح زود بیدار شدیم و دوباره من کشیک دادم تا قوطی آب میوه ها رو بندازه بیرون. مطمئن بودم کسی نفهمیده ولی سر سفره صبحانه نشسته بودیم که یهویی خانم گفت سرم درد میکنه. حسین رفت و براش یه قرص آورد و گفت اینو بعد صبحونه بخور خوب میشی. خانم اخماشو در هم کشید و گفت آره دیگه قرص تلخه برای من باشه، آب میوه شیرین برای زنت. بعدش با نفرت رو به من کرد و گفت نگو نفهمیدم پسره رو من بزام پسته رو تو بخوری. هر دو تامون رنگمون پرید. ما میدونستیم که این موضوع همینجا ختم به خیر نمیشه. این گزارش‌ها شب با آقا رسید و آقا هم نیش و کنایه‌هاشو نثار ما کرد. از این وضعیت خسته شده بودم. تحمل این خانواده برام غیر ممکن شده بود. کار زیاد خونه از یه طرف، زخم زبون و دخالت‌های پدر مادر حسین هم از طرف دیگه آزارم میداد. چون حامله بودم و هر روز سنگین‌تر می‌شدم، طاقتم تمام شده بود. دلم می‌خواست مستقل بشیم و از این خونه فرار کنیم. میدونستم حسینم از این وضعیت خسته شده ولی کاری از دستش بر نمیاد.
تا اینکه یه روز حسین با خوشحالی اومد و گفت ترلان ارتش میخواد وام بده، یکم هم خودم دارم میذارم روش، یه زمین میخرم کم کم درست میکنیم از اینجا میریم. با این حرفش کلی ذوق کردم، شب و روز دعا میکردم که از این وضعیت خلاص شیم. خانم تو تربیت خاطره هم دخالت میکرد. یه روز که خاطره اذیتم کرده بود، از دستش ناراحت بودم، خانم دوباره شروع کرد به غرغر کردن. همش میگفت من مطمئنم دوباره میخواد دختر بیاره، اینقدر خسته و بیحاله. کی میخواد پسر بیاره؟ خدا عالمه. بیچاره حسین. 3 ماه تابستون سعیده کمک حال وحیده بود. تابستون که تمام شد، وحیده اومد شهر خودمون تا زایمان کنه. اواسط پاییز زایمان کرد، یه دختر به دنیا آورد. اسمش هم گذاشتم مهسا. 1 ماه با هم اختلاف داشتیم. اواخر پاییزم من باید زایمان میکردم. وحیده 1 ماهی بود پیش ما بود و من طبق معمول همه کار خونه رو انجام میدادم. بعد از ظهر یه روز سرد زمستونی بود که دل درد و سستی اومد سراغم. اولش حس کردم سرما خوردم، ولی کم کم دل دردای شدیدی وجودمو گرفت. حس بدی بهم دست داد. حسین مأموریت بود. به وحیده گفتم که انگاری وقتشه. وحیده مادرشو خبر کرد و همراه با برادر حسین منو رسوندن بیمارستان و بعد از چند ساعت تحمل درد پسرم به دنیا آمد. همش چشم انتظار حسین بودم، ولی چون جنگ بود نتونست بیاد. خانم بهش خبر داد که بچت پسره. یه شب تو بیمارستان بودم و فرداش مرخص شدم. خانم آقا از اینکه بچه پسر بود سر از پا نمیشناختن. خیلی خوشحال بودن. حسین بعد 1 هفته تونست بیاد. دوست داشتم اسم پسرمو ایرج بذارم که دوباره به من امان ندادن و خانم گفت باید اسم پدرمو روش بذارید. اسم پسرم شد اسماعیل. خانم اسماعیل با تمام وجودش میپرستید. مدام قربون صدقش میرفت. 2 ماه گذشت و اسماعیل روز به روز بزرگتر میشد. دیگه وحیده هم رفته بود ارومیه. یه روز اجدر با دستپاچگی زنگ زد و گفت حال مهسا خوب نیست. ما بیمارستانیم. خانم گریه و بیقراری میکرد. خانم با شنیدن خبر مریضی دختر وحیده شروع کرد به گریه و بیقراری، تا اینکه فرداش حسین که تازه اومده بود مرخصی آماده شدن که برن ارومیه. ساکاشون رو بستن و حسین گفت من برم زنگ بزنم و بهشون خبر بدم که داریم میایم. حسین رفت و خیلی زود برگشت. ناراحت بود و رنگش پریده بود. چی شده؟ چرا انقدر ناراحتی؟ اجدر میگه بچه فوت شده. خانم صدای حسین رو شنید و شروع کرد به گریه کردن. از بس گریه کرد از حال رفت. هممون توی شوک بودیم. یه بچه چند ماهه به همین راحتی پر کشید. دیگه ازشون خبری نداشتیم تا اینکه 2 روز بعد وحیده با حال خراب اومد. افسردگی گرفته بود و حال و روز خوشی نداشت. خانم با دیدن حال زار وحیده قصه می‌خورد و گریه می‌کرد. وحیده چند ماهی پیش ما موند و توی این مدت به خاطر و اسماعیل خیلی وابسته شده بود. انگاری این 2 تا بچه شده بودن مونس وحیده. منم سعی نمی‌کردم بچه‌ها رو ازش جدا کنم، طوری که بعضی شبا خاطره با عمش می‌خوابید. کم کم حال وحیده داشت بهتر می‌شد و شوهرش هم هر از گاهی میومد و بهش سر می‌زد. روزها میگذشت و یه مدت بود که از بس با تاید و مای ظرفشویی کار کرده بودم دستام قرمز شده بود. حساسیت دستام به قدری زیاد شده بود که همش می‌خارید و تاول می‌زد. از بس دستامو خارونده بودم شبا از دردش خوابم نمی‌برد. موقع واکسن اسماعیل که شد تو مرکز بهداشت به دکتر نشون دادم. اونم گفت نباید زیاد با شوینده کار کنی، از دستکش سعی کن استفاده کنی وگرنه بدتر میشه. تو مسیر برگشت یه جفت دستکش ظرفشویی گرفتم و رفتم. داشتم وارد خونه می‌شدم که عمه خانم هم همزمان با من وارد خونه شد. وقتی دستکش رو دید با تمسخر و صدای بلندی خانم رو صدا کرد و گفت بیا ببین ترلان خانم شده. بعد رو به من کرد و گفت این چیه دختر؟ ما دستکش نزدیم چیزی شده؟ اینو از کی یاد گرفتی؟ همه که با صدای عمه خانم جمع شده بودن با متلکای عمه خانم زدن زیر خنده. نمیدونم چرا همه واسه من تعیین تکلیف میکردن، تو کارای من فضولی میکردن، تو سرم میزدن. بدون اینکه چیزی بهشون بگم اسماعیلو که تو بغلم خوابش برده بود و گذاشتم زمین و سرمو انداختم پایین و رفتم آشپزخونه. بعد از چند ماه وحیده حالش خوب شد و برگشت ارومیه. یه روز تو حیاط بودم و داشتم آب و جارو میکردم که آنا اومد خونمون. با دیدنش خستگیم در رفت. بغلش کردم و بغض کردم. به زور جلوی خودمو گرفتم که گریه نکنم. آخه آنا به حد کافی خودش تو خونه با آقا مشکل داشت. نمیخواستم از حال بد من تو این خونه با خبر بشه. از شانس اون روز هیچ کس خونه نبود. توی گوشه از حیاط روی نیمکت چوبی نشستیم و براش چایی آوردم و شروع کردیم به حرف زدن. خاطراتش تو حیاط بازی میکرد. آنا اونو بوسید و بعد با ناراحتی نگام کرد و گفت چرا پوست استخون شدی دخترم؟ یکم به خودت برس. لبخند تلخی تحویل شدم و دستاشو گرفتم تو دستام و گفتم آنا چه خوب کردی اومدی. دلم برات یه ذره شده بود. اسماعیل که تازه از خواب بیدار شده بود اومد و دادم بغل آنا. آنا در حالی که با اسماعیل بازی میکرد گفت راستی ترلان واسه گلبهار خواستگار اومده. اگه بگم کیه خندت میگیره. کیه؟ اصغر، همون که خاطرخواه تو بود. با صدای بلندی هر دو تامون زدیم زیر خنده. یادته به خاطر تو چقدر تو صف کپون وای میساد؟ مادرش میگه بعد اینکه از سربازی برگشت و فهمید ترلان عروسی کرده خیلی ناراحت شد. منم رازیش کردم بیاد خواستگاری گلبهار. آنا ته چایش هورد کشید و گفت ولی گلبهار راضی نیست.
نفسمو با شدت بیرون دادم و گفتم ولی آقا باید تصمیم بگیره، نه گلبهار بیچاره. برای اینکه آنا از حرفم ناراحت نشه بحث رو عوض کردم و گفتم از نیمتاج چه خبر؟ نیمتاج برای آزمون بهورزی شرکت کرده، قبول شده، قراره توی یکی از دهات‌ها مشغول به کار بشه. خیلی خوشحال شدم که حداقل میتونست کمک خرج آنا بشه. از نیمتاج دل خوشی نداشتم، چون چند باری که رفته بودم خونه آنا با من بد تا می‌کرد یا خاطره رو اذیت می‌کرد و صداشو در می‌آورد. آنا همش سرش داد می‌زد و با حرص میگفت تو که بچه نیستی، گریه خاطره رو در نیار، بذار طلا یکم راحت باشه استراحت کنه، به اندازه کافی اونجا اذیت میشه. ولی کو گوش شنوا. نیمتاج دختر خودخواهی بود، ولی گلبهار و محمد منو دوست داشتن، خیلی هوامو داشتن. اون روز یه ساعتی کنار آنا بهم خوش گذشت و موقع رفتنش بغضم ترکید و کلی گریه کردم و آنا هم با دلنگرانی از من جدا شد. به خاطر جنگ روزای پر استرس رو سپری می‌کردیم. به خاطر دلهره و کار زیاد شیری نداشتم که به اسماعیل بدم و مجبور بودم که براش شیر خشک تهیه کنم. مدام خبرای بدی از جبهه و از محله که حسین اونجا بود بهمون میرسید و شب و روزم یکی شده بود. خواب و خوراک نداشتم، ولی چاره‌ای نبود، باید تحمل می‌کردم. 5 ماهی از رفتن حسین میگذشت و ازش خبری نداشتم. همش از رادیو بمباران شدن پیران شهر رو میشنیدیم. هر روز نگرانیم بیشتر میشد و خوابای آشفته میدیدم. یه روز خانم با نگرانی با آقا گفت پاشو برو از دوستای حسین بپرس ببین خبری ازش دارن یا نه. ولی آقا هم بی‌نتیجه برگشت. دیگه نمیدونستم باید کجا برم، از کی سراغشو بگیرم. 6 ماه از رفتنش گذشته بود که یه روز با صدای سعیده که با هیجان میگفت بیا آنا حسین اومده از خواب بیدار شدم. بی‌محابا از رخت خواب پا شدم و دویدم سمت حیاط. خدایا چی میدیدم؟ حسین انقدر لاغر شده بود که حد نداشت. ریشای بلند کل صورتشو گرفته بود. با دیدنش زانوهام سست شده نشستم رو نیمکت تو حیاط. خانم خودش رو رسوند و حسین رو بغل کرد و شروع کرد به قربون صدقه رفتن. سر سفره صبحانه کنار همدیگه نشسته بودیم. با دیدن قیافه لاغر حسین لقمه از گلوم پایین نمیرفت. بعد صبحونه حسین تو اتاق داشت با بچه‌ها بازی می‌کرد. چایی آوردم و کنارش نشستم. بی مقدمه گفتم حسین میشه دیگه نری؟ به زور جلوی گریه‌مو گرفتم و ادامه دادم اگه چیزیت بشه من با تو بچه چیکار کنم؟ میدونستم حسین چاره جز رفتن نداره. اشکی که از گوشه چشمام جاری شد رو با گوشه 4 قدم پاک کردم. حسین لبخندی زد. این دفعه زیاد میمونم پیشتون. میخوام یه دستی به سر و روی خونه بکشم، زیرزمین رو بزرگ کنم، کلا خونه رو بکوبم درست کنم. سقف خونه چوبیه، ممکنه بریزه. از فردای همون روز حسین طبق حرفی که زده بود کار بازسازی خونه رو شروع کرد و با شروع شدن کار بنای کار منم تو خونه 2 برابر شد. پا پای همه کار میکردم. از زیر زمین هر خاکی که بود من و رحیم و خانم و حمید خالی میکردیم. در کنار این کارا رسیدگی به بچه‌ها و شستن لباسا و آشپزی هم با من بود. 20 روز گذشت و هنوز کار بنای ادامه داشت که حسین وقتش تموم شد و رفت و من دوباره تنها شدم. تو بقیه کار بنای منم مثل یک کارگر پا به پای همه کار میکردم. اونقدر مشغول کار کردم بودم که شبها از فرط خستگی بیهوش میشدم. خیلی زود از حالتام فهمیدم که دوباره حاملم. خدایا اسماعیل فقط 1.5 سالش بود، چطوری میتونستم به بچه سوم فکر کنم؟ دیگه تصمیم گرفتم بدون اینکه کسی چیزی بفهمه یه کاری کنم بچه سخت شه. واسه همین هر چی لگن سنگین بود یا خاک اضافی که از کار ساختمون در میومد بار میزدم و میبردم بیرون خونه و خالی میکردم تا شاید با این فشارا سخت کنم. ولی هر کاری کردم نشد که نشد. بعد از 2 هفته عذاب وجدان گرفتم که نکنه بچه سخت نشه و ناقص به دنیا بیاد. واسه همین به همه گفتم که بار دارم. دیگه از موقع که فهمیدن حامله‌ام بار نمیدادن که من ببرم و خاکا رو بقیه میبردن، ولی کارای خونه رو همچنان من انجام میدادم. روزها میگذشت و من حالم بدتر میشد، ولی سعی میکردم سر پا باشم و به بچه‌ها و خونه برسم. حال خوشی نداشتم. از بس سرفه میکردم نزدیک بود بالا بیارم. هر روز بدتر میشدم. تنها کاری که خانم برای حال خراب من میکرد فقط چند تا قرص شربتی بود که خودش گرفته بود و هر از گاهی برام عرق جات و جوشونده تجویز میکرد و میگفت اینا رو بخوری خوب میشی. با این حال باز کار خونه با من بود و هیچ کسی دلش به حال من نمیسوخت. بعد از 1 هفته که مریضی من شدت گرفت، حسین واسه مرخصی برگشت خونه و منو توی اون وضع دید و شروع کرد به توپیدن به خانم. حسین که تازه فهمیده بود من حاملم، آتیشی شد و داد و بیداد کرد و به خانم گفت تو مسلمون نیستی؟ دلت به حال این دختر بیچاره نسوخته؟ خانم شروع کرد به ممن کردن و گفت پسرم این چیزیش نیست، تو نگران نباش. حسین از طریق یکی از دوستاش یه دکتر خوب که بنگلادشی بود و تازه به شهر اومده بود پیدا کرد و رفتیم دکتر. دکتر وقتی فهمید حاملم رو به حسین کرد و با خشم گفت دسته این دختر رو ببین، اینو برده گرفتی، خجالت نمیکشی؟ حسین شرم زده سرش رو انداخت پایین و گفت من جبهه‌ام، زنم اینجاست، من چه کاری میتونستم بکنم؟ دکتر در حالی که داشت نسخه مینوشت با اخم گفت فقط اینو بگم که اگه بهش نرسی هم خودش از دست میره، همون بچه تو شکمش. بیشتر از خودم دلم به حال بچه توی شکمم میسوخت.
تو مسیر برگشت به خونه حسین زنگ زد به یکی از دوستاش و گفت خانمم مریضه، من یکم دیر میام جبهه، برام مرخصی جور کن. تو خونه بودیم که حسین گفت پاشو وسایلاتو جمع کن بریم خونه آنا، یکم اونجا استراحت کن تا خوب شی. با این حرفی که حسین زد انگاری جون دوباره گرفتم و خیلی زود خودم و بچه‌ها رو آماده کردم و راهی شدیم. حسین ما رو گذاشت و خودش بعد از شام برگشت خونه آنا استراحت کردم و گلبهارم از بچه‌ها مواظبت می‌کرد و تازه 2 روز نشده بود که دوباره حسین اومد دنبالم و با ناراحتی گفت مادرم شاکیه، میگه ترلان واسه چی رفته، همینجا استراحت کنه دیگه. بدون اینکه چیزی به حسین بگم برگشتم به خونه‌ای که تمام سختیاش در انتظارم. آنا خیلی برام قصه می‌خورد و 2 روز دیگه اومد که بهم سر بزنه و گفت اگه راحت نیستی از خانم اجازه بگیرم بریم خونه خودمون. ولی قبول نکردم. گفتم فعلا حسین پیشمه. آنا با دلتنگی رفت. بعد از مریضی من حسین تصمیم گرفت که هر چه زودتر از اون خونه بریم. چون داشت میدید که من تو این خونه از بس کار میکنم دارم ذره ذره آب میشم. دیگه عزمش رو جذب کرد و به 1000 زحمت از ارتش وام گرفت. ولی چون مبلغ وام کم بود از پسرم و شوهرعمه‌ش هم پول قرض کرد و خیلی زود رفت دنبال زمینی که ارتش بهش میداد. حسین زمین رو تحویل گرفت و یه بنای آشنا پیدا کرد و چون خودش قرار بود بره جبهه داداشم محمد رو مأمور کرد که سرکشی کنه تا خونه به زودی ساخته شه. خوشحالیم قابل وصف نبود از اینکه با ساخته شدن خونه جدید می‌خواستیم برای همیشه از اون جهنم بریم. حسین نبود ولی کارای خونه جدید خوب پیش میرفت. من هر از گاهی با محمد میرفتم و به خونه سر میزدم و با دیدنش کلی ذوق میکردم. چند هفته از رفتن حسین میگذشت و از جبهه خبری خوبی شنیده نمیشد. ازش خبری نداشتم، فقط یه بار موقعی که رفته بود زنگ زده بود که من رسیدم. با دلهره نبود حسین روزگار میگذروندم که خبر رسید که وحیده دوباره بارداره و به خاطر شرایط و حال بعدش اومده بود خونه ما استراحت کنه. وحیده چون قبلا دخترش رو از دست داده بود همش استرس داشت و نگران بود. یه روز صبح که تازه از خواب بیدار شده بودم و کارم رو داشتم تا آشپزخونه شروع می‌کردم، خانم اومده با حالت دستوری گفت ترلان بیدار شدی؟ نهار کوفته داریم، زودتر گوشتو بکوب کاراش انجام بده، منم وحیده رو ببرم بازار، میخواد بره عروسی لباس نداره. سرم رو به علامت تایید تکون دادم و در حالی که تو افکارم غرق بودم شروع کردم به کوبیدن گوشت. چند دقیقه از رفتن اونا نگذشته بود که دخترعمه حسین با دستپاچگی اومد گفت زندایی نیست؟ حسین زنگ زده. سریع پا شدم و بچه‌ها رو به سعیده سپردم و در حالی که قلبم به شدت خودش رو به قفسه سینه‌ام میکوبید 4 قد سرم کردم و راه افتادم. از اینکه صداش رو شنیدم حالم خوب شد. حسین نگران من و خونه جدیدمون بود. براش توضیح دادم که کار ساختمون خیلی خوب داره پیش میره و محمد بالا سر کارگر است. گفت من عجله دارم باید برم. نگرانم نباشید. تلفن رو قطع کرد. دلم می‌خواست بیشتر باهاش حرف بزنم ولی هیچ وقت مجال برای این کار نبود. برگشتم خونه و بعد اینکه صبحانه بچه‌ها رو دادم بدون معطلی شروع کردم به کوبیدن گوشتا. چون میدونستم اگه ناهار دیر حاضر شه غر زدنای خانم تمومی نداره. یهویی با دیدن زیبا عروس عمه خنده رو لبام نشست. خیلی وقت بود که باش حرف نزده بودم. زیبا کنارم نشست در حالی که عضله‌های چشمش رو منقبض کرده بود. گفت اینا چیه؟ چیکار می‌کنی؟ می‌خوایم کوفته درست کنیم. باید گوشت بکوبم. سریع ازم گرفت و گفت مگه واجبه با این حاملگی این حالت اینا کوفته بخورن آخه؟ بده من میکوبم برات. با هرس گوشتکوب رو برد بالا سرش و محکم کوبید به گوشتا و با این حرکتش هر دو تامون زدیم زیر خنده. زیبا 2 تا پسر داشت و یه دختر و شوهرش کارمند دادگستری بود. شروع کرد به حرف زدن و با خوشحالی گفت کار شوهرم جور شده، داریم برای همیشه میریم تهران. با شنیدنش لبخند رو صورتم ماسید و دلم گرفت. آخه با رفتن زیبا من تنها تر از همیشه میشدم و دیگه حتی یه دونه دوستم نداشتم. زیبا وقتی ناراحتی منو دید گفت برای بچه‌ها اونجا بهتره. ترلان 6 ماه فعلا اینجاییم. زود میام بهت سر میزنم. 6 ماه به سرعت برق و باد گذشت و به سختی از زیبا دل کندم و اونم رفت دنبال زندگی خودش. اردیبهشت بود و وقت زایمانم رسیده بود. درد داشتم ولی خوشحال بودم از اینکه حسین این دفعه تونسته بود مرخصی بگیره و بیاد پیشم و خودش و منو رسوند بیمارستان. دختر اردیبهشتی من که فقط 1 کیلو 700 گرم بود به دنیا اومد و از اینکه من بچه سالمیم حسین سر از پا نمیشناخت. وقتی از بیمارستان مرخص شدم اومدم خونه. حسین سعی می‌کرد به دور از چشم اطرافیان بهم برسه تا اینکه 10 روز بعد از من وحیده هم فارغ شد و یه دختر توپل به دنیا آورد. حسین اسم دختر دوممون رو برخلاف میل مادرش گذاشت سالومه. چون خانم قبل از به دنیا آمدن بچه‌مش میگفت اگه بچه پسر باشه اسم پدر بزرگمو میذارید، اگه دختر باشه اسم مادرمو. ولی این بار حسین توروش وایساد و بهش توپید و گفت تو پسر دیگه‌ای هم داری، اون اسما رو نگه دار برای اونا. 2 تاشو شما گذاشتین، این یکی رو ما میذاریم. بعد از اسم گذاری حسین به دنیا آمدن بچه‌ی وحیده رو بهونه کرد و به مادرش گفت شما همزمان به 2 تاشون نمیتونید برسید. منو برد خونه آنا. اسماعیل تازه راه افتاده بود و خاطره هم دختر ساکتی بود ولی نیم تاج همش با بچه‌ها لج می‌کرد و باعث گریه اونا می‌شد و حرص من و آنا رو در می‌آورد. منم نگران این بودم که نکنه آقام از این اوضاع و سر و صدای بچه‌ها اعصابش خورد بشه و با آنا دعوا کنه.
نیمتاج انقدر بچه‌ها رو اذیت کرد که بالاخره از سر و صدای بچه‌ها آقا با من و آنا دعوا کرد و من 10 روز بیشتر نتونستم اونجا دوام بیارم و برگشتم خونه. وحیده همچنان خونه ما بود. تازه 40 روز از به دنیا آمدن دخترش نگذشته بود که در کمال ناباوری این دخترش هم فوت شد و وحیده دوباره عزادار و افسرده شد. دلم به حال وحیده میسوخت. خانم گریه میکرد و همش دنبال مقصر بود و زمین و زمان نفرین میکرد. هر کسی یه چیزی میگفت. همسایه‌ها همش به خانم میگفتن یکی این دختره رو جادو کرده که همش بچه‌اش میمیرن. خانم مخفیانه پیش هر دعانویسی میرفت ولی سعی میکرد من چیزی نفهمم. کاری از دست کسی ساخته نبود و افسردگی وحیده ادامه داشت و مدام زیر نظر پزشک بود و دارو میخورد. 3 ماه گذشت. دخترم خیلی بیجون بود. 3 ماه بود که یه روز بردمش بهداشت برای اندازه‌گیری و قد و وزنش. تو راه برگشت عمه کوچیکه حسین رو دیدم. نزدیک اومد و بعد احوالپرسی در حالی که دخترمو تو بغلم خواب بود کنجکاوانه گفت ببینم دختر تو. صورتشو باز کرد و زل زد بهش و با کمال ناباوری و پررویی گفت وای دخترت چقدر زشته. به کی میخوای بدیش اینو؟ متلکش رو انداخت از من جدا شد و رفت. به قدری ناراحت شدم و از حرفش دلم شکست که کل راهو گریه کردم و رسیدم خونه سالومه رو گذاشتم تو گهواره و های های گریه کردم. حسین که صدای گریه هام رو شنید اومد پیشم و با تعجب گفت ترلان چی شده؟ آنم حرفی زده؟ سرمو به چپ و راست تکون دادم. گفتم نه. حسین با تردید گفت پس کی چیزی گفته؟ چی شده اینجوری گریه میکنی؟ به زور جلوی اشکامو گرفتم و در حالی که به سالومه چشم دوخته بودم گفتم عمت میگه دخترت چقدر زشته. اینو به کی میخوای بدی؟ حسین با صدای بلندی شروع کرد به خندیدن و گفت پاشو بابا منم فکر کردم چی شده. یه دختری بشه برای باباش که همه انگوش به دهن بمونن. بعد سالومه رو که تازه از خواب بیدار شده بود و داشت گریه می‌کرد بغل کرد و گفت این دختر سیاه منه، عشق منه. کارای خونه جدیدمون خوب پیش میرفت ولی زمزمه‌هایی از طرف خانم به گوشم میرسید که اونا هم قراره با تمام شدن خونه با ما به خونه جدید نقل مکان کنن. از عصبانیت خونمو می‌خورد ولی مثل همیشه از ترسم جرأت حرف زدن و مخالفت نداشتم. چند ماهی از رفتن زیبا به تهران میگذشت که یه روز به خونه عمه خانم زنگ زده بود و منو خواسته بود. سریع خودم رو رسوندم تا باهاش حرف بزنم. از شانس خوب من عمه خانم خونه نبود و راحت میتونستم باهاش حرف بزنم. زیبا از اینکه دخترم به دنیا اومد خوشحال شد. بهم تبریک گفت. ازم در مورد خونه جدیدمون پرسید. منم براش از دلهره تازه گفتم که خانم تصمیم گرفته همراه ما به خونه جدید نقل مکان کنه. زیبا وقتی فهمید که خانم میخواد با ما تو خونه جدید زندگی کنه خیلی عصبانی شد. حسابی بهم یاد داد که مقاومت کنم و بهم گفت دختر خر نشی یهویی قبول کنی. رک و پوسکنده به حسین بگو من نمیخوام اونام بیان با ما زندگی کنن. بگو من خسته شدم از این وضع. زیبا طلاقم نده. نترس چیزی نمیشه. تو 3 تا بچه داری. چطوری میتونه طلاقت بده؟ مگه به همین راحتیه؟ انگار حرفای زیبا بهم جرأت داده بود. برگشتم خونه و با جسارت تمام با حسین صحبت کردم و بهش گفتم حسین من تا حالا تو و خانواده‌ت رو با هر ظلمی که در حقم کردید قبول کردم. هیچ وقت اعتراضی نکردم. کاری به کارشون نداشتم. ولی دیگه از این به بعد یا من یا اینا. حسین که از جسارت من شوکه شده بود با تعجب فقط نگام میکرد. کمی سکوت بین ما حکم فرما شد که حسین سکوت شکست و گفت آنام ما رو میکشه. ولی من دیگه تصمیممو گرفته بودم. زیبا راست میگفت. تا کی باید کلفتی این خانواده رو میکردم؟ واسه همین با قاطعیت تمام رو حرفم موندم و زیر بار نرفتم. حسین مجبور شد که مقدمه چینی رو شروع کنه. خانم که فهمیده بود احتمال رفتنش به خونه جدید داره کم رنگ میشه، جنگ و دعوا رو شروع کرد. چون منو مقصر میدید، روزگار من سیاه‌تر از قبل شد. روزی میشد که به اجبار خانم از 8 صبح تا شب سر پا بودم و کار میکردم. خانم مثل کارفرما بالا سرم بود و مهلت استراحت بهم نمیداد. ولی همه سختی‌ها رو به جون خریدم و رو حرفم موندم. زنموی حسین که اسمش سودا بود، زن خیلی مهربونی بود و از این طایفه به شدت کینه به دل داشت. واسه همین خیلی بهم محبت میکرد و از اینکه مورد ظلم اینا بودم برام ناراحت بود. سودا خیلی با-سلیقه بود و خیاطی هم بلد بود. یه روز که تو خونه تنها بودم، سودا اومد و برام یه پیراهن آورد و گفت ترلان اینو خودم برات دوختم. ببین 2 تا جیب بزرگم براش گذاشتم. چون میدونم همش سر پایی نمیتونی چیزی بخوری، میوه یا هر چیزی که میخوای رو بذار تو جیبات. وقتی کار میکنی ریز ریز میتونی بخوری. از اینکه دلسوز من بود خیلی خوشحال بودم و بغلش کردم و حسابی ازش تشکر کردم. 4 ماه دیگه از روزای سختی که تو اون خونه داشتم سپری شد. سالومه 7 ماهه بود که خونه آماده شد و حسین که اومد واسه مرخصی کم کم وسایل رو جمع کردیم تا بریم. خانم که مثل یه مار زخم خورده بود میخواست آخرین نیشش رو به من بزنه و موقع جمع کردن وسایل خونم بالا سرم ایستاده بود. هر چیزی که خوب بود و بابا میلش دست میذاشت روش و نمیذاشت ببریم. سرویس غذاخوری ملامینم که خیلی خوشگل و تک بود، فرش، تلویزیونی که خریده بودیم و حتی ساعت پاندولی خوشگلم هم ازم گرفت. وحیده هم چون بیمار بود و افسرده پیش خانم زندگی میکرد و به شدت به خاطر وابسته شده بود.
خانم که کلی از وسایلمو با بیرحمی از من گرفت، چند تا اسباب بیشتر برام نموند که اون چند تیکه هم یه گوشه از وانت جا شد. خودمونم پشت هم وانت نشستیم تا راهی بشیم. تنها کسی که از ترک کردن این خونه خیلی ناراحت بود و همش گریه می‌کرد خاطره بود. عمه‌ش رو به شدت دوست داشت، بهش وابسته شده بود. خاطره گریه می‌کرد و خانم هم مدام غر می‌زد. بدون اینکه از ما خداحافظی کنه، با حالت قهر رفت داخل که رفتنمون رو نبینه. حسابی کلافه شده بودم، به خاطر وسایلام بغض کرده بودم. حسین داشت دلداری میداد. ناراحت نشو ترلان، بازم میخرم. تو راه در حالی که به سختیایی که تو اون خونه کشیده بودم فکر می‌کردم، اشکی از گوشه چشمم جاری شد و رسید. خونمون بزرگ بود، حدوداً 200-250 متر. یه حیاط بزرگ و 2 تا اتاق و هال آشپزخونه که هنوز تکمیل نشده بود. چون پول حسین تمام شده بود، فقط تونسته بود هال و یه اتاق رو تکمیل کنه. کف آشپزخونه پر بود از سنگ‌های ریز و درشت. اجاق یخچال گذاشتیم تو آشپزخونه نیمه کاره و 6 تا بشقاب داشتم و 6 تا قاشق و 4 تا لیوان. خیلی زود همه رو چیدم. یه دونه فرش که برامون مونده بود و انداختم تو اتاق و بقیه جاهای هال آشپزخونه رو با مقوا پوشوندم. حسین رفت و یه موکت واسه پله‌ها خرید که بچه‌ها موقع پایین اومدن ازش نیفتن و زندگی ساده ما تو خونه جدید شروع شد. با اینکه خونمون کم و کسری زیاد داشت، ولی از اینکه مستقل شده بودیم خیلی خوشحال بودم و به همینشم راضی بودم. بچه‌ها هنوز به خونه جدید عادت نکرده بودن، مدام بهونه می‌گرفتن. یه هفته گذشت ولی خاطره شب و روز گریه می‌کرد و کم کم داشت مریض می‌شد. من و حسین مجبور شدیم خاطره رو ببریم پیش عمه‌ش و باهاش شرط کردم که فقط 2 روز میتونه بمونه و اونم با خوشحالی قبول کرد. 2 روز بعد رفتیم دنبال خاطره، ولی بازم گریه‌هاش شروع شد که من نمیام و من اینجا رو دوست دارم. بازم من و حسین به ناچار بدون خاطره برگشتیم خونه. نزدیک به رفتن حسین بود و بازم باید ما رو ترک می‌کرد و مجبور بودم تنها با بچه‌ها بمونم. چون هنوز مدرسه‌ها باز نشده بود، اجازه دادم خاطره یه مدتی خونه خانم بمونه. حسین داشت میرفت جبهه، ولی دلنگران ما بود. چون هم خونه بزرگ بود هم ما تنها بودیم. واسه همین از محمد داداشم خواست که وقتی جبهه است حواسش به من و بچه‌ها باشه. بعد از رفتن حسین روزهای بعدی سپری می‌کردیم. همش صدای بمباران و موشک و هواپیما به گوش می‌رسید. ترس و وحشت به جونمون می‌داخت. وقتی آژیر می‌کشیدن با دلهره بچه‌ها رو بغل می‌کردم و می‌رفتیم تو زیر زمین. یه گوشه می‌لرزیدیم تا وضعیت سفید بشه. محمد هر روز میومد پیشمون و بیشتر وقتا شب رو هم میموند. بعضی وقتا آنا رو هم با خودش می آورد. ولی خانم همچنان با ما قهر بود و فقط رحیم و حمید می اومدن و به ما سر می زدن. 1 ماه گذشت و حسین برگشت خونه. قبل از اومدن حسین هر 2 روز یه بار به خاطر سر می زدم، ولی همچنان قصد موندن داشت. حسین که اومد بهش گفتم بریم خاطره رو بیاریمش. وقتی رسیدیم خاطره بهم گفت من با تو نمیام. تو مامان من نیستی. عمه اینو میگه. یه لحظه قلبم از تپش افتاد از ناراحتی که عموده بود پس بیافتم. بدون اینکه به گریه خاطر توجه کنم کشون با زور و کتک آوردمش خونه و از اینکه این چند ماه رو گذاشته بودم بچم پیشمون بمونه پشیمون بودم. حسین خیلی زود رفت و باز ما تنها موندیم. هر روز کارم شده بود گوش دادم به اخبار رادیو که ببینم کجا رو زدن، چه اتفاقی افتاده. دلشوره داشتم. همسایه روبروی ما هم ارتشی بود. یه روز صبح با صدای شیون زن و بچه از خواب بیدار شدم و با عجله چادر سر کردم و رفتم دم در. دیدم همه جلوی در خونه‌شون تجمع کردن. فهمیدم شوهرش توی عملیات اطراف مرز پیرانشهر شهید شده. با شنیدن این خبر دنیا دور سرم چرخید.